اعتراض علیه نقشه بالا بردن نرخ نیروی برق در یریوان پایتخت ارمنستان ادامه دارد. تظاهرات آرام می‌گذرد و اعتراضگران در میدان بگرامیان در نزدیکی بینای پارلمان و قصر ریاست جمهوری ارمنستان موقع خود را نگاه می‌دارند. رهبران اعتراض وعده سپردند که تا زمانی که حکومت اجازاتش به شرکت روسیه درباره 16% بالا بردن نرخ نیروی برق را لغو نکند، در کوچه‌ها خواهند ماند. پلیس روز 23 ایون برای پراکنده کردن اعتراضگران از نیرو استفاده برد، ولی خشونت‌ها باعث به اعتراض‌ها پیوستن شماری باز هم بیشتری مردم شد. اعتراضگران در مالدو و در نزد بینای دادستانی کل در کشینو جمع شده تحقیق فراگیری پرونده گم شدن قریب 1 میلیارد دلار از 3 بانک در پایان سال گذشته را طلب کردند. اعتراضگران همچنین استعفای دادستان کل کارنلیو گورین را تقاضا دارند. این اعتراض از سوی یک گروه جدا از حرکت‌های سیاسی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنت تحت شعار میلیاردمان را برگردانید، کشورمان را برگردانید دعوت شده بود. اعتراضگران میگویند دادستانی در امر تعقیب عاملان سرقت آن مبلغ بزرگ که برخی مالدوان‌ها دزدی عصر نامش کرده اند دچار ناکامی شده است. پلیس و گارد ملی اوکراین در شهر دوبروپیلیا در 90 کیلومتری دونتسک یکی از پایگاه‌های اساسی جدایی‌خواهان طرفدار روسیه مشق‌های نظامی مشترک برپا کردند. در این مشق‌ها شیوه حفاظت دفترهای پلیس شهر از حمله گروه مسلح را تمرین کردند. نیروهای بتالون آزوف یک گروهی در گذشته شبه نظامی اختیاریان که در جنگ‌ها علیه جدایی‌خواهان نقش زیاد دارد نیز در مشق‌های دوبروپیلیا شرکت ورزیدند.